Bunların hepsi İran'da, Rusya'da yabancı müdahaleye karşı olduklarını ifade ediyorlardı. سرکوزیر ترکی احمد داود اوغلو دیار کرد که روسیا لحما و حمس لسیویلان خستیه اول سوریا هر اپراسیون لیدجی اپوزیسیون سوری و اسد و داعش خورد بکه. ده همان دمه ده سرکوزیر روسیا دبیجه کوپالا فرنشار ین روسی لسوریه شر تیروره دکن او جیج بو پاراستنا ولاتین روسیا ج تیروره. سرکوزیر ترکی داود اوغلو بشداری برنامه که تلویزیونا کانال هفته بو و دست نشان کرد که روسیا الهمبری قرکرنا اسد بدنگ ما. داود اوغلو دیار کرد که درباره اپراسیونان در روسیا ترکی آگاهدار کرد و دهفدیتینن که روسیا را هات نکرین دو اپراسیون هات نروجوه و گوت ام هر کسی خبر دادن که سوریه هر اپراسیون لیدجی اپوزیسیون لیبرال و اسد و داعش خورد بکه دوی بابت ده بر پرسیارتیا جواکا ناف دولتی گلکه جالی خواه سرک وزیر روسیا را گهاند که او اپراسیون آسمانی لسوریش بو پاراستنا خلکن روسیایه سرک وزیر روسیای دیمیتری مدفیدف ج کانال روسی را گهاند که پالا فرنشار ین روسی لسوریه شر ریخستنا داعش اتکن او جیج بو پاراستنا ولاتین روسیای ج تیروره مدفیدف هر وها گوت مخابن روسیا از مونکا باش ده شر تیروره ده تنیه لوما دبه ام دوره سینوری ولاتین خواه شر تیروره بکن جبو پاراستنا ولاتین خواه مدفیدف تکز لسر پیوستیار چار سرکرنا کریزا سوری بریا گفتگوین دناف برا اپوزیسیون و رژیم سوری دکر و گود دبه که اپوزیسیون و رژیم لسر میزکی به هاورا گفتگویان بکن جبو پیشنیارا لسر پیش روژا سوریه دینن جسیه ایلونه و بالافرین روسیا بو جارا یکم اپراسیون خوین آسمانی دناوا خاکا سوریه دست بکرنه و دناوا هر چار روژان ده وان بالافران نیزی که 20 اپراسیون آسمانی لسوریه پیک آنین